سلام دوستان، خوب هستین؟ امروز میخوایم پاچه پنیری درست کنیم. اول باید خمیر مایه رو آماده کنیم، بذاریم کنار تا بقیه مواد آماده بشه. خمیر مایه خشکمون اضافه میکنیم، یه قاشق شکر، 1/4 پیمونه آب ولرم که نه خیلی داغ باشه نه خیلی سرد باشه. 5 دقیقه اجازه میدیم بمونه تا مواد پف کنه. مواد خمیرمون رو میخوایم آماده کنیم. یه پیمونه روغن مایه داشتیم، یه پیمونه شیر ولرم، یه پیمونه آب ولرم داشتیم که 1/4 رو برای مایه خمیر استفاده کردیم. یه دونه تخم مرغ، با همزن دستی هم میزنیم که یک نواخت بشه. مایه خمیرمون که پف کرده آماده شده، فعال شده رو اضافه میکنیم. حالا آردمون رو اضافه میکنیم. آردمون 3 پیمونه بود. کم کم اضافه میکنیم. آرد رو کم کم اضافه میکنیم تا جایی که آرد به دستمون نچسبه. امکان داره از 3 پیمونه بیشتر آرد ببره. ما 3 پیمونه آردمون هم استفاده شده. یه مقدار دیگه آرد بیشتر اضافه میکنیم. نمک رو من فراموش کرده بودم توی مرحله نمک هم اضافه کنیم. همزن رو میذاریم کنار، با قاشق هم میزنیم. خمیر باید جمع بشه. خمیر نرم و لطیفی به دست میاد که به دست نچسبه. خمیرمون وقتی به این لطیفی شد و به دست نچسبید، بذاریم بمونه که 2 ساعت استراحت کنه. محیط آشپزخونه بذاریم 2 ساعت بمونه تا آماده بشه. خمیرمون 2 برابر شده، پف لازم کرده. خمیرمون که چونه‌های مساوی تقسیم کردیم، چونه‌مون رو برداریم به شکل بیضی در میاریم. این مقدار تک میکشیمش که یه خورده یه اندازه باشه. یه دونه اینجوری میکشیم. اینجا ساده بمونه که قراره مواد ریخته بشه. یه مقدار جعفری، چند تا دونه گردو، مقدار پنیر.
خمیر نمیچسبه اصلا احتیاجی نیست که آرد بزنید. این توری خونه میکشیم، یه مقدار جعفری، گردو و پنیر. خمیر رو برمیگردونیم، فیکس میکنیم و رول میکنیم. مایه پراشکیمون این سری گوشت چرخ کرده مثل مایه ماکارونی اینا آماده کردیم. شما میتونید موادش رو با هر چیزی که دوست دارید پر کنید. ما حالا با گوشت چرخ کرده، پیاز داغ، جعفری، کمرو اینا درست کردم. خمیرمون به این صورت آماده شد. یه پارچه میندازیم روش، میره که یه ربع دیگه بعد استراحت بدیم. بعد از یه ربع میذاریم داخل فرم. خب مواد رومالمون آماده کردیم. 2 تا زرده تخم مرغ، یه قاشق ماست چکیده که آبکی نباشه ماستش و یه مقدار زعفرون. اینا رو خوب هم میزنیم و اینا رو رومال میکنیم. روشو کنجد میزنیم، مقدار سیاه میزنیم. پیراشکای خوشگلمون هم آماده شدن. بافتش این پنیر و جعفری بود، اینم که مال گوشته، اینم بافتش اینجوری خوشمزه و عالی.